داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان خداوند مسیح یاتن وعده و داد. شما ابتدا خدا تصمیم گرفت تا مسیح موعود را دیم دهد. مسیح وعده و خدا اولین گشت به آدم و حوا داد. خدا وعده داد که حوای نسل کسی که ماره سرا دهکند. ماری که حوا را فریب داد همان شیطانت. وعده یشد که مسیح کاملا شیطان را شکست دادند. خدا به ابراهیم وعده داد که به وسیله آیی گرد جهان ملتن برکت گیرد. هما وعده که مسیح روی چه در آینده و کت و نجات را پگرد جهان انسانان فراهم و ممکن کند. خدا به موسی وعده داد که در آینده و پیامبری چایی کت، یعنی یه هما وعده هست که مسیح یاتنه در آینده مژده ودند. خدا به داوود پادشاه وعده داد کس شایی نسلا تا ابد و خدای کوما سلطنت کند. مسیح شایی نسلا و بید. ارمیای نبی طریق خدا وعده داد که جدید عهدی فراهم کند، اما نه شبیه به عهدی که خدا با اسرائیل در سینای کوه بستد. در یه نوکن عهده تا خدا وتی قانون را به مردمانی قلبان نقشه بندید. مردم شخصا آیه را درست کنند. یشان آیی کوم بیند و خدا آوانی گناه بخشید. مسیح جدید عهد بندید. خدای پیامبر هم چنین گوشت که مسیح موعود پیامبر، کاهن و پادشاه بید. پیامبری بید که خدای کلام و اشکته و آیر پمردمان بازگو کند. مسیحای موعود که خدا آیاتن وعده ودند کامل پیامبری او بید. یهودی یعنی کاهن و مردمانی گناه زرتن و خدا قربانی تقدیم شکرد. همچنین کاهنن و مردمان به خدای درگاه دعای شکرد. مسیح موعود اعظم کاهنت که واسه به عنوان یک کامل قربانی به خدا تقدیم کند. پادشاه فردی هست که قوانین را پوتی قلمرو به سلطنت نوشته و همچنین قضاوت کار را هم انجام دادند. مسیح موعود کامل پادشاهی است که وتی جد داوود تخت سرا نندید. شخصی است که آی سلطنت تا ابدالآباد هدایت کند و کسی هست که همواره صادقانه قضاوت کند و همیشه آیی تصمیم در کمال انصاف و عدالت بید. پیامبران مسیح موعود تولد را پیشبینیش کرد. ملاکی نبی پیشبینی کرد که قبل شب مسیح موعود یاتنه توی پیامبری وکد. اشعیای نبی پیشبینی کرد که مسیح موعود شباکره ودیه بید. میکای نبی هم گوشتد که به بیت لحم شهر تها تولد بید. اشعیای نبی گوشتد که مسیحا به جلیل تها زندگی کند. مردمانی پرشتگن قلبان آرامش شدند و اسیران آزاد کند. همچنین پیشگویی کرد که مسیح موعود مریضان، کوران، لنگان و کران و گنگان هم شفا ودند. اشعیای نبی همچنین پیشگویی کرد که مسیحای موعود بدون هیچ دلیل مجازات بید. دیگه پیامبران پیشگویی کرتند که کسانی مسیحا را کشند و پرایز بچانی سرا قرعه کشی کردند و پیشگوییش کرد که آیی دوست برای خیانت کند. زکریا پیشبینی کرد که به مسیح دوستا 30 سکه نقره و دیند تا به مسیحا خیانت کند. همچنین پیامبران راجع به یش که مسیح موعود چون مرید گشتتش. اشعیای نبی پیشگویی کرد که مردم برای دیما وتی آپه دپان پریانند و آیره جرند و بعد آیی بدن به چوبه دارا بندند تا گو عظیم رنج مرید با وجود یشی که مرتکب هیچ اشتباه کار نبودد. پیامبر همچنین پیشگوییش کرد که مسیح موعود باید کامل انسانی و بدون هیچ گناهی بید. باید تنبیه و مجازات بید و بعد مردمانی گناهان مرید. آیی مجازات باعث بید که بین انسان و خدا آرامش و صلح برقرار بید. به می دلیل خدای اراده یشد که مسیحا مضروب و کشته بید. پیامبران پیشگوییش کرد که مسیحا بایست مرید و خدا همچنین لوتد. آیره شمرکا برخیزانید. بنا پریشی گمرتن و مسیحی برخواستن شمرکا خدا لوتد که گناهکارانی نجات نقشه و کامل کند و نوکن عهدی گو بشره بندید.
خدا باز یک چیز درباره مسیح یاتنه به پیامبران آشکار کرد، اما مسیح هنگت در زمان هیچ کجام شب پیامبران نیاتد. گشتر 400 سالا بعد شپیشگویی و هنگامی که زمان به کمال رست، خدا مسیح را به جهانی تدیم داد. داستانی برگرفته کتاب مقدس، کتاب پیدایش فصل 3 آیه 15، فصل 12 آیه 1 تا 3، کتاب تثنیه فصل 18 آیه 15، کتاب دوم سموئیل فصل 7، کتاب اشعیا فصل 59 آیه 16، کتاب دانیال فصل 7، کتاب ملاکی فصل 4 آیه 5، کتاب اشعیا فصل 7 آیه 14، کتاب میکا فصل 5 آیه 2، کتاب اشعیا فصل 9 آیات 1 تا 7 و فصل 35 آیات 3 تا 5 و فصل 53 و 61، مزامیر فصل 22 آیه 18، فصل 35 آیه 19، فصل 69 آیه 4 و فصل 41 آیه 9، کتاب زکریا فصل 11 آیات 12 و 13، کتاب اشعیا فصل 50 آیه 6، کتاب مزامیر 16 آیات 10 و 11.